واتساپ چطوری بچه‌ها؟ مهدی شده هستم و خوش اومدید به لتس پلی از بازی روبلاکس. آقا امروز اومدیم خفن ترین بازی روبلاکس رو بریم به همراه مستر ایلیا لوبیا چیتیو داریم در صحنه به افتخارش. سلام میکنم دوستان عزیز. بله سلام علیکم. اینور دکتر مهندس. سلام. بله بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز. امروز قرار دهنی از این پسر خوشگل، پسر توپل خوشگل چشابی عوض کنیم و آره امروز اومدیم آقا پرسینه بالا سینه بزنیم. نگاه کنید من الان وای میسم روی نگاه. هر کی بدنش بهتر بشه اون برنده است. آره حاجی این مربی داره. حاجی زنه ولی چرا بدنش مردونه؟ حاجی زنه ولی لخته. برو بریم. هر کی سریعتر برو 30 40 50 60 70 اسکو من 18 کیلو 18 تن پرستینه میزنم. بابا باریکلا. زیاد کن 30 40 60 70 80 تازه مربی هم دارم. حاجی اینو نگاه، بدن اینو دیدی بادکنکه. بدن منو ببین. وایسا دارم میسازم. خط داداش بیا خط چیز منو حاجی ببین. چجوری باید لف بدم از این که نخوام دیگه. اسکل اینجا رو نگاه کن. پاشو. پشمان چه شکنی. یارو 40,000 تا حاجی صفحه گذاشته رو خوش. حاجی کلاغا چی میگن؟ برو ماشاءالله سینه رو بزن. برو پسر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حاجی هیچ کدوم پا نزدیم ها. این تویی؟ پا مگه مهمه؟ پا اصلا بندا بیرون. پا مهم نیست. حاجی این تویی؟ برید کنار. پاشو من باید پرستینه بزنم. آقا ببین سرشونه ها رو ببین از کلته بزنم. برو شو الان. حالا چی بعد میریم بالا اون برای کلاب میریم بالا استیج تازه فیگور میگیریم. حالا وایسا. کمر چجوری بزنم؟ باید کمرم بزنیم متی. حاجی برای ما جلو بندیمون ترکیده، پشتمون داغونه، هیچی نداریم. حاجی چه سری در میاد. داداش زیر 3 ثانیه در همینو بخوای تو باشگاه در بیاری کونت پاره میشه. اینو بخوای تو باشگاه در بیاری باید 18 سال تمرین کنی. حاجی ببین چه دستی دارم میزنم. عضلات دستم حاجی شبیه وان پانچ. یا خدا یا پیغمبر. جامپ هلسم داشتم. حاجی این آقای وایساده بالا سرم. کمر بک چی بزنم؟ اینو میزنم. این پا بزن متی. پرس پا داش فعلا من بدنم انقدر خوبه کسی رو تحویل نمیگیرم. مزاحم تمرین من نشه. تو کامنت میگم بدن چی این یارو بغل منه حاجی روزی 3 تا از منو میخوره. اینو نگاه پشمام حاجی قول رزیدنت اویل اینا. کمر رو متی کجایی؟ متی شادو برو نبینمت مستر لوبیا چیتی. با سلامت میگم صبر حاجی میره خوشو باد میکنه میاد. کجایی؟ حالا بزن من بخورمت. حاجی سینه هام 85 من. پا زدی اصلا تو عمره؟ بله. باش باور کن. خب چی بزنیم؟ پا خیلی مهمه. چی بزنیم؟ پا مگه مهمه؟ پا اصلا بندا بیرون. پا مهم نیست. ایلیای فوتوفیتیش. خوب دقت کن دارم شکم میزنم خفن. زیر شکم، رو شکم، بالا شکم. کوزیشه. حاجی خیلی ناموسن تو گنده ترم. نه پشت سرتم اسکل. 331 پلش. بشین رو کلش. بدن من نگاه کن. پا رو نگاه کن. برو بابا اونا چی؟ با این پا دهنت یه نوکیک بکنی مردی. زنم اگه اینجوری. من مردم. حاجی من قشنگ. نه زندم. بیا دیگه اذیت نکن بیا. خب بریم. کجایی؟ آقا تو وایسیم کجا؟ چرا اینجوری تو؟
آقا نظر بده. فیگور چجوری میگیره؟ نمیدونم فیگور نمیگیره. آقا نظر بده. چرا کله‌ها اینقدر کوچولوه؟ آجی شکم ببین سینه‌های من که برو اصلا. بازوهای منم سینه آقا یک چیز. آقا سینه ها چنده؟ سینه‌های من 150. خب خب تو یک من چند سینه؟ شکم هم 80. من 103. شکم 80. خب من شکمم 119. من یک. خب یک بک چنده؟ برای من 80. 69 برای من. ریدی. اوه دوباره 2-1. خب دست چنده؟ 120. 121. ناموسا 3-1. پا 7. پا 7 چندی؟ من پام 80. ریدی دیگه. 3-2 بنازم. من بردم دوستان. نمیشه بازی بدنم من بردم، بازی اخلاق ایلیا باخت. حتما تو الان تو کامنت ها متی شادو دغل‌باز توش کن. تازه اینم مربیمه وای میستم روشت. بریم بازی بعد. خب آقا اومدیم بازی دوم با ایلیا مستر لوبیا چیتی. اینجا بالرینو کاپوچینیا داریم. سرمایه گذاری کردیم روی این بیبی های خفن. بزنیم میکروفونم درسته. بعد این خانوم هم 13 سالش اومده بود دزدی کنه ازم. دارم ازش میرم بالا. زدمش مثل سگ. راستی حواسم به همراه مستر ایلیا لوبیا چیتی خونش اونوره همسایه ما هستش. خودتو معرفی کن به بچه‌ها نمیشناسنت. آقا واسه از اصلا برای هیچ کس نمیشناسم. بله برای تویش کنم ویدیوهای مدی شکل اصلا سلام عرض کنم. اصلا توی همین یک بخش قبلی هم نبودم. بله از این بازی اینجوریه که آقا باید از این بالرینا کاپوچینیا باید بذاری همینجوری پول در بیاری بعد دوباره بخری همینجوری سرمایه گذاری کنی بری بالاتر. بعد اگه کسی هم ازتون دزدی کرد میتونید چیکارش کنید؟ اینجوری بزنیدش. اینجوری پرت میشه اون. آره من الان مثال بارزش میام از خونه متید دزدی. آره بیا الان مثلا بچه‌ها ببینن خونه من درش به رود بازه. بیا مثلا بردار. بیا دیگه بیا دزدی. نگاه کن الان این پدر سگ داره دزدی میکنه. ما اینو میگیریم اینجوری ادبش میکنیم. یالا که پاپت $100 میده. خوب نیست. 68 دلار. یه لحظه نگاه کن 1 ثانیه‌ای 15 میلیون شدم. الان چقدر پول داری؟ 15 میلیون. الکی. به قرآن بزنیمش. حاجی بزنیم بدبخت رو. شیر اسکرین بدم حاجی تو ویدیو بذاری برای بچه‌ها. تته ساور. حاجی من اینو میخوامش نمیشه ببرم. میتونم بدزدمش. ای با توم ساور دزدیدم. با ای میتونم توم ساور خریدم حاجی. این چنده های ماجیکه حاجی نمیشه اینو خرید. تا پول بیشتر میخوام تا اینو بخرم. $50 میده. $10 خریدنش حاجی اون خیلی خوب بود. $8 این چنده؟ $300 میده. خوبه. بونکا امبالا بو بیا. نزنش بابا اونا چرا طرفداری از اون میکنید؟ آخ خریدمش. یه کی میده؟ نمیدونم چون دیدم تو داری میخریش منم خریدمش. تو اومدی تو بیس من؟ آره این دختره اومد بیاد تو بیس من نشد. واسه بهش بگم واتساپ میشه do you know کیلوز کیلوز نه نیست داداش. کیلوز نه کیلوز نو. من 20 میلیون دارم. بیا شیر من یه لحظه نشون بده بابا. بیا شیر ندادی. شیر آدم ندادی. آقا بیا نگاه این 23 میلیون داره این فقیر. بیا خودم پول دارم بیچاره. بومباردیلو کروکودیلوه خیلی خوبه نمیذاره بخریم. You need more room. آها وایسا بومباردیرو حاجی توف شرفت بیاد. یس وای حاجی چقدر خوب بود اون نذاش چون چیز من داره من خریدم. حالا باز میکنم بیا بدوز حالا بعدا ولی فعلا بیش خودم میگم. بیس من چون پره نمیشه.
این چیه؟ او دوکا میده. وای آر رو زدم به جایی. چی کو؟ کجا نه رفت. کی دوکا میده؟ گوش نداره بگو. حاجی من اساسینو کاپوچینو خیلی دوست دارم بخرم ولی خب به درد نمیخوره. یه چیزی که هستش حاجی، من میگم بریم یه بازی دیگه. این بازی خیلی لوس شد. اگر میخواید پارتای بعدی بازی سمی روبلاکس رو بذاریم حتما منو حمایت کنین، ویدیو رو لایک کنین، چنل منم سابسکرایب کنین و یادتون نره نظراتتون رو حتما تو کامنت ها بگید چون خیلی خوشحالم میکنه. دوستتون دارم. تا ویدیو بعد فعلا پیس.